سلام، من حسام نجاریانی هستم و این پادکست رودمپه. در پادکست رودمپ به راه و روش تریدری و مشکلات این مسیر میپردازیم. رودمپ کاری از آکادمی نجاریانیه. میتونید هر چهارشنبه در میون از پادگیرهای مختلف رودمپ رو بشنوید. این اپیزود در شهریور ماه 1402 ضبط میشه. برای منی که دارم تو ایران ترید میکنم همیشه یه سری توقعات نسبت به بروکری که باش کار میکنم وجود داشته. مثلا برام مهم بوده که اون بروکر معتبر باشه. همه تریدرهای ایرانی نسبت به این موضوع آگاهن که بروکرای درجه یک اجازه کار کردن با ایرانی‌ها رو ندارن. پس با این آگاهی سعی کردم بروکری رو انتخاب کنم که معتبر و دارای مجوز فعالیت باشه. یا مثلا برای منی که تو طول هفته تعداد معاملات زیادی رو انجام میدم، بیشتر از بونوس و جوایزی که سایر بروکرها میدن، این اسپرد معاملاتیه که اهمیت بالاتری داره. البته که بونوس هم جذابیت خودشو داره، اما من سعی میکنم بلند مدت تر فکر کنم. پشتیبانی 24 ساعته، واریز و برداشت ریالی یا رمزارزی، درخواست وام بدون ضامن و سایر امکانات دیگه‌ای که بروکر آی تی بی در اختیار من گذاشت باعث شد که این بروکر رو بهتون معرفی کنم و ازتون بخوام که یک بار تستش کنید. من چند وقتی هست که با آی تی بی ترید میکنم و برای همین هم بهتون پیشنهاد میکنم یک بار ترید با آی تی بی رو تجربه کنید. ممنونم از بروکر آی تی بی که برای شنونده های پادکست رودمپ یک شرایط ویژه‌ای رو در نظر گرفتن. یکیش این که معاملات افرادی که از طریق رودمپ ثبت نام کرده باشن بدون کمیسیون در نظر گرفته میشه و دوم این که یک بونوس 50% در نظر گرفتن، یعنی به ازای هر $50 واریز به شما $100 بونوس تعلق میگیره که میتونید اطلاعات بیشتر این بونوس ها و جوایز رو از طریق پشتیبانی آی تی بی جویا بشید. اطلاعات بیشتر در مورد بروکر آی تی بی رو میتونید در اینستاگرام و سایت بروکر آی تی بی ببینید که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این اپیزود قرار میدم. زمانی که داشتم متن این اپیزود رو آماده می کردم میخواستم مثل همه بیام و خیلی مستقیم راجع به ترید صحبت بکنم. بگم ترید چیه، چه مواردی توی ترید مهمه، باید حد ضرر بذاریم، مدیریت سرمایه داشته باشیم. بعد به خودم اومدم و دیدم واقعا کیه که به این موارد عمل بکنه، حداقل در اوایل کار کیه که این موارد براش مهم باشه. اصلا کی گفته ما باید حد ضرر بذاریم؟ میدونی منظورم چیه؟ من اگه بیام بگم باید حد ضرر بذاریم چه چیزی به شما اضافه میشه؟ هیچی، و من و شما اینو خوب میدونیم. پس اومدم به این فکر کردم چی میشه که ما تریدرها حد ضرر نمیذاریم، مدیریت سرمایه رعایت نمی کنیم، لوریج غیر منطقی میزنیم. چرا با اینکه بارها کال میشیم بازم بدون درست کردن مشکلمون میایم و ترید میکنیم؟ باید یه فکری بکنیم دیگه، وگرنه ته این راه پوچی و تباهیه. اومدم بررسی کردم و تحقیق کردم، به یه نتایجی رسیدم که توی این اپیزود با شما به اشتراک میذارم. یادم چند وقت پیش نشسته بودیم توی جمعی، یکی از دوستامون میخواست بره خرم‌آباد. توی اون جمعه که بودیم هیچ کسی قبلا تجربه سفر با ماشین رو به خرم‌آباد نداشت که این دوستمون رو راهنمایی بکنه که مثلا چقدر راهه، مسیر چجوریه، از این مسائلی که معمولاً قبل سفر آدما راجبش صحبت میکنن. بعد اون رفیقمون گوشیشو در آورد شروع کرد به سرچ کردن. اول یه مسیریاب زد ببینه چند کیلومتر و چند ساعت راهه. بعد گوگل کرد خرم‌آباد رو که یکم اطلاعاتش راجب خرم‌آباد بیشتر بشه. بعد آب و هواشو بررسی کرد و تقریبا گفت که آماده‌ام که صبح برم سفر. من همونجا بهش گفتم ماشینت میزونه؟ آب و روغنشو چک کردی؟ زاپاس همراهت هست؟ اصلا زاپاست باد داره؟ اونجا یه جرقه تو ذهنم خورد که چرا ما آدما به این که کجاییم توجه نمی کنیم و بعد رشته این تفکرات شد این اپیزود. حالا میخوام چی بگم؟ من و تویی که قراره بریم سفر، منطقی ترین کار اینه که اول ماشین خودمون رو چک بکنیم، بعد موارد دیگر رو بررسی بکنیم. درسته؟ با هم موافقی؟ پس چرا این اتفاق نمیفته؟ حالا اگه این موضوع رو بستش بدیم به ترید، این سوال پیش نمیاد که ما که میدونیم باید حد ضرر بذاریم، پس چرا نمیذاریم؟ این یه مثاله ها، ولی یه جورایی صورت مسئله همونه. بعد اومدم ترید رو از ذات انسان گرفتم، گفتم ما ممکنه قرار کاری مهم داشته باشیم و ممکنه دیر برسیم.
چرا دیر میرسیم؟ مگه اون قرار مهمه؟ اینجوری نیستش که شاید زندگیمون رو عوض بکنه، پس چرا بازم دیر میرسیم؟ و بعد به یه نتیجه‌ای رسیدم و اونم اینه که این موضوعات مستقیم ربط به ترید نداره، ربط به انسان و آدمیزاد داره، ربط به روان داره، ربط به مسائل درونی داره. یه مثال میزنم که منظور منو راحت تر بفهمید. من اگر توی زندگی خودم آدم بی‌نظمی باشم، احتمالاً توی شغلم، فارغ از این که اون شغل چی هستش، احتمالاً یه بی‌نظمی در کارم دارم. پس من باید دنبال این باشم که اصلا چرا بی‌نظمم، نه اینکه بشینم بزنم تو سر خودم که من که میدونم باید حد ضرر بذارم، بعدش هم میدونم که نباید جابجاش بکنم، پس چرا جابجاش میکنم؟ چون مشکل از جای دیگه است. کل این مطلبی که تا اینجا راجبش صحبت کردم و اگر بخوام خلاصه بکنم توی جمله اینجوری میتونم بگمش که ما موتورمون، ذهنمون، تفکرمون، درونمونه که مشکل داره. چطور توقع داریم در زمان ترید این موتور درست کار بکنه؟ پس اول باید فکر و افکار و درونمون رو درست بکنیم، بعد به تریدر شدن اصلا فکر کنیم. وگرنه منم میتونستم بگم خب اول برید تکنیکال یاد بگیرید، کتاب 7 گناه رو بخونید، کتاب معامله‌گر منظم رو بخونید، استراتژی شخصی داشته باشید و از این چیزایی که شما قطعا میدونید و من و شما میدونیم که همه تریدرها اینا رو میدونن و بازم ضرر میکنن. پس به جای این حرفای تکراری و بیهوده بریم که خودمون رو بشناسیم. خیلی جالبه آدم اگه خودش رو دوست داشته باشه دیگه وقت انجام خیلی کارا رو در شأن خودش نمیبینه، در شأن خودش نمیبینه دروغ بگه، در شأن خودش نمیبینه حسادت کنه، در شأن خودش نمیبینه که بابا حیف نیست، حیف تو نیست. و این باعث میشه اتفاقا پس کلید طلاییش همین رفاقت با خوده که باشه. و باور کن خیلی از مشکلات ما از همینجاست. به جرئت میتونم بگم ما اصلا حاضر نیستیم حتی با خودمون یه مدت طولانی تنها بمونیم. دیدی آدمایی که خیلی میخوان آدما بیان تو زندگیشون، برن بیرون، نمیدونم یه جای بیرون بچرخن، یکم با خودت تنها شو ببین چی میگی اصلا. هر کس خودشو به دست بیاره همه چی رو به دست میاره. ما زمانی میبازیم که همه چی رو به دست میاریم ولی خودمون از دست میاریم. هیچ چیز مهمتر از خودمون نیست. خودمون رو باید به دست بیاریم. اگه خودتون رو به دست بیارین جهان رو میتونیم فتح کنیم. کی میگه اونی که پول داره خوشبخته؟ نه اصلا اینطوری نیست. انسان‌های خیلی فقیر خوشبختی هستن و انسان‌های خیلی بدبخت پولداری هستن که اصلا آرزوش اینه که یک آرامش داشته باشن، ندارن، به خاطر پول دروغ میگن، هزاران کار میکنن. خوشبختی اصلا در اینها نیست. خلاکار شاعر دانمارکی میگه به قفل بیهوده خشم می‌ورزی، درهای همه زندان‌ها از درون باز میشه. خیلی ها تو زندانن ولی آزادن، خیلی ها آزادن ولی زندانی هستن. زندانی امر درونی. میخوام راجع به ارتباط با خودمون صحبت کنم. توی زندگی ما احساسای متفاوتی داریم. 2 تا از اون احساسای منفی که توی زندگی خیلی اذیتمون میکنه، یکیش احساس گناهه، یکیش هم احساس پشیمونیه و همه ما کم و بیش این احساس گناه و پشیمونی رو داریم. نگاه کنید، حرفایی از این دست که کاش درسم رو ادامه داده بودم، کاش به اون خواستگار جواب مثبت میدادم، کاش دیرتر بچه دار میشدم، کاش قبل اینکه ترید کنم آموزش میدیدم. همه این احساس و گناه و پشیمونی که ما داریم توی زندگیمون به خاطر ضعف ارتباط با خودمونه. اونایی که این قابلیت رو داشته باشن که توی زندگیشون بلد باشن با خودشون ارتباط برقرار کنن، این احساس گناه و پشیمونی رو یا کلاً تجربه نمی کنن یا به ندرت در زندگی تجربه میکنن. حالا ما چجوری باید یاد بگیریم این ارتباط با خودمونو؟ اصلا ارتباط با خودمون از کجا شروع میشه؟ من میخوام با خودم ارتباط خوبی برقرار کنم، از کجا شروع کنم؟ بحث ارتباط با خود شروعش با ارزش‌های ما توی زندگیمونه. ارزش یعنی چی؟ ارزش‌ها یعنی چی؟ ارزش‌ها باورای عمیق و درونی هستند که هر کسی برای خودش داره اون موارد رو. هر کسی توی دید خودش یه ارزشی داره. مثلا براش رفیق خوب، سلامتی، شغل خوب، ادامه تحصیل، صداقت، عشق، تفریح، محبوبیت،
اینا ارزشمنده براش. هر چیزی که از دید شما ارزشمنده میشه ارزشای شما. حالا سوال اینه که این ارزش‌ها از کجا اومده؟ ببینید من میگم اینا خوبه، اینا بده، اینا درسته، اینا غلطه. شما یه چیزی رو ارزش میدونید، من یه چیز دیگر رو ارزش میدونم، یکی دیگه هم یه سری چیزای دیگر رو ارزش میدونه. این ارزش ها از کجا اومده؟ ساختار شخصیتی منو کی شکل داده؟ اینا ژنتیکی که نیست. اینجوری نبود که من به دنیا بیام بگم بدقولی بده، که اینا عمدتاً اکتسابیه دیگه. ما این ارزش ها رو به مرور زمان کسب کردیم که اینا خوبه، اینا بده. حالا از کجا کسبشون کردیم؟ میخوایم بفهمیم اینی که ما الان هستیم کی شخصیت ما رو شکل داده. ما تا نفهمیم کی هستیم، چی هستیم، که نمیتونیم تغییر کنیم. پس نیازه که بفهمیم کی هستیم و شخصیت ما رو چه کسایی شکل دادن. 3 گروه اصلی ارزش‌های فکریشون رو به ما منتقل کردن. اولین گروه خانواده یا همون پدر مادرامونن. اولین گروه و مؤثرترین گروهی که ارزشاشون رو به من و شما انتقال دادن والدینمون بودن. به من گفتن حسام این کارو نکن، اون کارو بکن. هر چیزی که من بهش امر شدم و ازش نهی شدم شده ارزش. مثلا بهم گفتن حسام منظم باش، منظم باش، منظم باش. من اینقدر امر به نظم شدم، نظم شده برام ارزش. اصلا منم آمادم که به دیگران بگم منظم باشید، هرچند که من خودم ممکنه عامل نباشم. یا تشویق و تنبیه، وقتی یه کاری کردم تنبیه یا تشویق شدم، تبدیل شده به ارزش. گروه دوم معلمان و مربیان ما بودن. کسایی که در نقش مربی و معلم توی زندگی ما حاضر بودن، در شکل گیری ارزش‌های ما مؤثر بودن. به خصوص اون معلم ها و اساتیدی که دوستشون داشتیم، به حدی که حتی عقیده که هیچی، ممکنه سلیقه مربیایی که دوستشون داشتیم سلیقه ما هم شده باشه. و گروه سوم رو اگر خلاصه کنیم میشه محیط. هر کی حضورش در محیط من پررنگتر باشه، ارزش‌هاشو بیشتر به من منتقل میکنه. یکی از پررنگترینای محیط که همتونم میدونید رفیقامونن دیگه. دوستان ما در شکلگیری ارزش‌های ما به شدت نقش مهمی داشتن. اصلا ذائقه ما رو رفقای ما تعیین میکنن. اینکه من از چی خوشم بیاد، از چی بدم بیاد، یا به چی مایل باشم رو رفقای من تعیین میکنن. خلاصش بکنم، همه این گروه ها به مرور زمان ارزشاشون رو به ما منتقل کردن. همه این موارد رو گفتم که متوجه این موضوع بشید که این گروه ها ارزشاشون رو فقط به ما انتقال دادن. آخه به بعضیا میگی چرا انقدر حالت بده، اعصابت خورده؟ میگه با شرایطی که من دارم، با خانواده‌ای که من دارم، با محیطی که من توش زندگی میکنم، با معلمانی که من داشتم، معلومه که حالم بده. اگه تو هم جای من بودی حالت بد بود، اینجوری میشدی تو هم. یعنی ما اینها رو دلیل بر حال بدمون میدونیم، در صورتی که اینها فقط ارزشاشون رو به ما منتقل کردن. خود من و شما هم در حال نقل و انتقال ارزشامون هستیم. شما امکان نداره 10 دقیقه با کسی معاشرت بکنی و ارزشای فکریتون مبادله نشه. یه لحظه تصور کن فردا که از خونه میری بیرون، یه بچه 7 ساله جلوتو میگیره، میگه که من از خونه فرار کردم، کمکم کن. شما چی میگی به اون بچه؟ میگی این کارا رو نکن، آخر عاقبت نداره، برو از پدر مادرت عذرخواهی کن، من خودم قبلا فرار کردم، اینجوری شدم، اونجوری شدم. خلاصه از یه طریقی شروع میکنیم بچه رو راهنمایی کردن. اما سوال من از شما اینه، کی میگه حرفای شما درسته؟ شما که خودتون رو محق میدونید و به این بچه میگید این کار غلطه، اون کار درسته، کی میگه حرفای شما درسته؟ میگی حسام نجاریانی من سنم بیشتره، تجربه‌ام بیشتره، آگاهیم بیشتره، 4 تا پیرن از این بچه بیشتر پاره کردم، اون 7 سالشه، راه و چاه نمیفهمه. حالا میخوام یه چیزی بهت بگم. اونایی هم که توی زندگی ما بودن همین باوره رو داشتن. والدین ما باورشون این بوده که تجربهشون از ما بیشتره، مربیان ما باورشون این بوده که آگاهیشون بیشتره. پس ما مدام در حال انتقال ارزشامون هستیم و این موضوع هم اصلاً چیز بدی نیستش، بلکه پایه اول رشد همین انتقال آگاهیه. ببینید رشد 2 تا پایه داره. هر کسی تو هر زمینه‌ای میخواد رشد بکنه، اخلاقی باشه، مالی باشه، شغلی، تحصیلی، هنری، معنوی و هر زمینه دیگه‌ای که توی ذهنتون ممکنه بیاد. هر کی تو هر زمینه‌ای میخواد رشد بکنه، رشد 2 تا رکن داره.
رکن اول رشد علم و آگاهیه که این علم و آگاهی به برکت همین تبادل ارزش هاست که زیاد میشه. من تریدر خوبی نیستم، برخورد میکنم توی مسیر زندگیم به یه تریدر موفق، میفهمم که نظم داره توی کارش، پس میفهمم که نظم برای موفقیت در ترید لازمه. توی مسیر زندگیم دارم میرم برخورد میکنم به این خانوم، میبینم خیلی موفقه، متوجه میشم که پشتکارش زیاده، پس آگاه میشم که پشتکار برای موفقیت خوبه. حالا اگر نبود این ارتباط و تبادل ارزش ها، من کی میفهمیدم برای موفقیت نظم و پشت کار خوبه؟ ببینید اگر یک نفر بره توی غاری زندگی بکنه، 5 سال 10 سال اونجا بمونه و با هیچ آدمی ارتباط نداشته باشه، صفات حیوانیش بیدار میشه دیگه. پس رکن اول رشد آگاهیه که به واسطه همین نقل و انتقال ارزش ها ایجاد میشه. حالا یه لحظه دل بده ببین چی میگم. این که من و امثال من رشد درستی توی زندگی و تریدمون نکردیم، کمتر به خاطر این بوده که آگاه نبودیم. من از شما میپرسم، شما جواب بدید. همه قبول دارید تنبلی بده؟ به جز اون چند نفری که دارن فکر میکنن که واقعا تنبلی بده یا نه، یه لحظه مکس میکنن به جواب برسن. همه قبول دارید تنبلی بده؟ سوال بعدیم اینه که تو خودتو میگم تنبلی میکنی دیگه. پس ببین گیر ما آگاهی نیست، همه ما میدونیم تنبلی بده، همه تریدرها میدونن باید مدیریت سرمایه داشته باشد. بیاید اینو بگیم چرا ما عمل نمی کنیم. حسام چرا حد ضرر تو جابجا میکنی؟ رکن دوم رشد عمله. چرا من عمل نمی کنم؟ چرا من با اینکه میدونم و یقین دارم حد ضرر گذاشتن خوبه، صداقت خوبه، تلاش کردن خوبه، وقتی مطمئنم خوبه چرا انجامش نمیدم؟ چرا با اینکه میدونم فلان کار بده چرا ترکش نمی کنم؟ فرض کنید من تحلیل تکنیکال کلاسیک بلدم، انقدر دانشم از تریده، فردا میرم پرکس اکشنم یاد میگیرم، ولی بازم عمل نمی کنم، بازم کنترلی روی خودم ندارم. در این صورت فقط آگاهیم بیشتر شده و احساس گناه هم. تو هم قطعا این حس بد و احساس گناه رو داشتی توی تریدت، توی زندگیت. ببینید خیلی مهمه ها. من یقین دارم فلان کار خوبه، چرا عمل نمی کنم و به تبع اون چرا تغییر نمی کنم؟ فرض کنید من بهتون آموزش 2 میدم. آموزش 2 اینطوریه. خب آماده اید؟ بدوید. بعد میخوای بدویی، میبینی پات به 6 جا گیره. خب باید این گیرا رو برطرف کنیم تا بتونیم بدویم. چه عواملی تا اینجای زندگی باعث شده من توی زندگیم، توی تریدم تغییر نکنم؟ ما چرا عمل نمی کنیم رو با 4 مانع تغییر بهتون جواب میدم. اولین مانع خیلی مهمه، دومین مانع خیلی مهمه، سومین مانع خیلی مهمه، چهارمین مانع فوق تصور مهمه. یعنی هرچی این موانع رو میریم جلوتر اهمیتش بیشتر میشه. راهکاراش هم میگم که بدونی چجوری باید این موانع رو از سر راهت برداری. اولین مانع تغییر عدم آگاهیه. گاهی اونقدر که باید آگاه نیستم. من خونده بودم، شنیده بودم لجبازی بده، اما نمیدونستم بیشترین عامل طلاق لجبازیه. من خونده بودم، شنیده بودم دوست بد بده، اما نمیدونستم این موضوع اونقدر مهمه که میتونه سرنوشت آدم رو تغییر بده. گاهی اونقدر که باید آگاه نیستیم، چه از فواید یک موضوع چه از ضررهای یک موضوع. من خونده بودم، شنیده بودم باید قبل از ترید آموزش ببینم، اما نمیدونستم اونقدری مهمه که ممکنه وارد فاز طمع و انتقام بشم و خونه زیر پامو بفروشم و از دستش بدم. خب راه حلش معلومه دیگه، کسب آگاهیه. نیازی به توضیح خیلی زیادی راجع به این موضوع نیست. اصلا همین که داری الان این اپیزود رو گوش میدی یعنی دنبال آگاهی هستی. دومین مانع تغییر تعصب و لجاجته. تعصبای بیجا و غلط عجیب مانع تغییر آدم میشه. رو چی تعصب داریم حالا؟
رو همون چیزایی که خودمون رو محق میدونستیم. مثلا میگیم من سنم بیشتره، آگاهیم بیشتره، واسه همینی که میبینی یه جوونی در کمال احترام و ادب میره پیش یه بزرگتری و یه رفتاری رو به بزرگترش گوشزد میکنه، بعد میبینی مادره براشفته میشه تو میخوای منو تغییر بدی فسقلی، یعنی من خودم نمیدونم چی درسته چی غلطه. ما تعصب داریم. اینجا یه نکته هم اضافه کنم، بعضی صفات مربوط به جنسیته. مثلا حسادت در خانوم ها معمولاً بیشتره، یا غیبت، این خطای اینترنشنال، در خانوم ها بیشتره، یا تعصب در آقایون بیشتره. اصلا آقایون یه روحیه متخصص بودن خاصی دارن. من همه اینا رو بلدم. بگو حسام نجاریانی اگه مشاوره میخواد بهش مشاوره هم میدم. کلن آقایون این فاز متخصص بودن در وجودشونه. برای همینه که آقایون سختشونه آدرس بپرسن. مثلا خانومش میگه بپرسیم، میگه نه بلدم الان میرسیم. چرا؟ چون سختشه بپرسه. پس ما فارغ از جنسیت تعصب داریم روی آگاهیمون. میدونید بیشترین بهره رو کی توی زندگی میبره؟ کسی که احساس این رو در وجودش داشته باشه که من بلد نیستم. یه حرفی یکم شنیدنش سخته اما بگیمش. میگن در تمام دنیا موفقیت کسایی بیشتره که تحصیلاتشون از متوسط جامعه کمتره. مثلا در ایران تو 80 میلیون میزان متوسط تحصیلات رو شما بگیرید لیسانس، اما بازار و نبض اقتصادی و خلاق جامعه دست کساییه که زیر لیسانسن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که درس نخونیم؟ نه، کی همچین حرفی زد؟ یعنی مراقب باشیم آگاهی و دانشمون که بالا میره تعصبمون زیاد نشه، شنواییمون کم نشه. چون تعصب شنوایی آدم رو کم میکنه، چون احساس میکنه خودش بلده، خوب میدونه، نیازی به چیزی نداره. این مژده هم همینجا بهت بدم، تویی که الان داری رودمپ گوش میدی یا تعصب نداری یا میزان تعصب در وجودت به مراتب از خیلی آدمهای دیگه کمتره. یادتون باشه تعصب معمولا با لجبازی قاطی داره. مثلا داره سیگار میکشه، میگن آقا نکش، ضرر داره نکش. ما جد آبادی میکشیم، من 40 ساله میکشم. ما کلا خونوادگی نیکوتینیم، ما تیپن عصبیم. با بزرگم جنون داشت، بابام روانی بود، خودم هم مودیم. یکی از نشانه های تعصب اینه که بگی من مدلم اینه، مدلم اینطوریه. خب مدل غلطیه دیگه. دقت کن به خودت، ببین از این مدل‌ها، از این حالت‌ها داری یا نه. وقتی 2 نفر بهت میگن این مدل غلطه، خب غلطه دیگه. پس تعصب با لجبازی قاطی داره. خب حالا من اینجوریم، چی کار کنم تغییر کنم؟ چجوری این مانع رو بردارم؟ یه باوری رو باید توی زندگیمون بیاریم و خیلی هم ساده است. اونم اینه که من در دانشگاه زندگی شاگردم. نه به الکیا. زندگی رو باید یه دانشگاه بزرگ فرض کنید و خودتون رو شاگرد این دانشگاه. انقدر حس خوبیه این شاگردی کردن. کلن هر کسی احساس نمیدونم قوی تری توی زندگی داشته باشه، این ظرف خالی آمادگی پذیرش بالاتری داره. شما بیرون که میری از رفتار آدمایی که بی سواد هستن هم میتونی یاد بگیری، حتی از رفتار یه بچه هم میتونی یاد بگیری. سومین مانع تغییر ترسه. تغییر بسیار ترسناکه، خیلی ترسناکه. شما فکر نکنید هر کی میره کلاس، هر کی کتاب میخونه، هر کی دنبال موفقیته، هر کی دنبال تریدر خوبی شدن موفق میشه. نه، کم به کم آدم جرأت دارن عوض بشن. شهامت میخواد تغییر. من میترسم شما امیدتون رو از دست بدید، میترسم شما امیدتون کمرنگ بشه. اگر نه میگفتم شاید تو کل آدمایی که این پادکست رو گوش میدن 5% جرأت تغییر داشته باشن. واسه همین نمیگم این موضوع رو. ببین اصل این جمله درسته ها. زیادن داوطلبین تغییر. میاد میگه منم میخوام تغییر کنم اما جرأت تغییر نداره، چون تغییر ترسناکه. خب از چی میترسم؟ من بدونم این کار بده ترکش میکنم، بدونم اون کار خوب انجامش میدم. ترس‌های ما عمدتاً ناشی از قضاوت‌هایی هستند که در مورد ما میکنن. همش نگرانیم در مورد ما چی فکر میکنن. اینا ویژگی‌های یک شخصیت ناسالمه. ببینید یه تمرین بهتون میگم انجامش بدید. زمانی که داری میری خونه این سری یه نوع دیگه‌ای برو خونه. همیشه چجوری میرفتی؟ میرفتی زنگو میزدی، میگفت کیه؟ میگفتی منم.
درو باز کن، میرفتی تو سلام خوبی، میرفتی لباستو عوض میکردی. امشب یه جور دیگه برو خونه. سلام، احوال شما خوبین؟ چه خبر؟ به به، عجب بوی غذایی. الکیا ما نه متحول میشیم نه حالمون خوب میشه. میخوایم ببینیم من جرأت اعلام شکل تغییر یافتم و دارم یا نه. شما اگه نوع دیگه بری خونه چی بهت میگن؟ میگن که شنگولی، چیزی زدی، چی شده، پادکست گوش دادی، صبر کن حالا فردات هم میبینیم. ما میترسیم. از چی میترسیم؟ میترسیم مسخرمون کنن، سرزنشمون بکنن، تحقیرمون بکنن. میترسیم دوستامون رو از دست بدیم، میترسیم تاییدمون نکنن، تحویلمون نگیرن. تغییر خیلی ترسناکه. میدونی کجا این ترس بیشترم میشه؟ تصور کن من روی موضوعی 5 سال پافشاری کردم، بعد فهمیدم اشتباه بوده. این جمله یعنی چی؟ اگر من 5 سال پافشاری کردم که آ درسته و سال 6 فهمیدم ب درسته، یعنی من باید قبول کنم 5 سال غلط کردم. ترسناکه دیگه. اگر من الان بگم ب درسته یعنی قبول کردم 5 سال غلط کردم. ببین من اگر قبول کنم که امروز یه نوع دیگه‌ای برم خونه، یعنی قبول دارم تا الان رفتارم خوب نبوده. کمتر آدمی جرأت داره همچین کاری رو بکنه. یه بار یادم یه آقایی یه داستانی تعریف کرد، برام خیلی جالب بود. میگفت 60 سالمه و تو این 60 سال هرگز نماز نخوندم. حالا بعضیا تو رو درواسی یه جایی یه 2 رکعتی میخونن، من اونم نخوندم اصلا. نه تنها نمیخونیم، کلا خانوادگی یکی از تفریحاتمون اینه که یه جا دوره هم جمع بشیم، یکی که داره نماز میخونه رو مسخره کنیم. نگاش کنید ملق میزنه، دلا میشه، میخندیم بهش. خلاصه گفت من بعد از 60 سال رسیدم به این که نه، نماز خوبه. گفت رفتم برای اولین بار توی زندگیم نماز بخونم. گفتم الله اکبر. بچه های خودم اونقدر مسخرم کردم، بچه ها بابا رو ملق میزنه، دلا میشه. گفت انقدر مسخرم کردن، انقدر سخت بود برام نتونستم ادامه بدم. تغییر ترسناکه. من حسام مطمئنم اون کار درسته، اینجوری درسته، ولی میترسم تاییدم نکنن، مسخرم کنن، سرزنشم بکنن. چیکار کنیم این ترس از بین بره؟ حالا باید یه باوری در من و شما بشینه و اون باور اینه که تغییر مثبت لازمه رشده. تکلیفتون رو با خودتون باید معلوم کنید. بالاخره من میخوام رشد کنم یا نه؟ حالا تو هر زمینه‌ای. اگر گفتم آره من میخوام رشد کنم، اگر گفتم آره، پس باید قبول بکنم که لازمه رشد تغییر مثبته. نمیشه که من بخوام رشد کنم اما نمیخوام تغییری در روتین زندگیم ایجاد نشه. همون باورا، همون رفتارا میشه زندگی همین الانت. ببین 2 به اضافه 2 میشه 4، نه من میخوام بشه 8، پس این 2 به اضافه 2 باید عوض بشه. این شکل زندگی من، این باورا، این رفتارا شده این. نه من میخوام برسم به اینجا، پس باید یه چیزی تغییر بکنه. یه جمله‌ای هست از آلبرت انیشتین که میگه حماقت یعنی کاری یکسان رو بارها و بارها انجام بدی و انتظار دستیابی به نتیجه متفاوتی رو داشته باشی. اصلا این جمله خود حسام نجاریانیه که بارها یه کاری رو میکرد، توقع داشت سود بکنه، هر بارم لیکوید میشد. اصلا انگار این جمله رو دقیقاً واسه تریدرها گفتن. متاسفانه ما بهاشو نمیخوایم بدیم. مثلا طرف میگه من میخوام کنکور قبول شم، اما حاضر نیست ساعت تماشای تلویزیونشو کم بکنه. پس این راست نمیگه که من میخوام تغییر کنم، چون بهاش رو نمیخواد بده. میگه من میخوام رشد کنم، میگه میخوام موفق شم، اما حاضر نیست چیزی رو کنار بذاره. بهاش رو باید بدید و باید جرأت بکنید. گاهی بهاش اینه که من مسخره بشم، گاهی بهاش اینه که تاییدم نکنن. این بهای موفقیته. گاهی بهای رشد اینه که از بعضی از تفریحاتم کم کنم، گاهی بهاش اینه که از سوشال مدیا بیام بیرون. بها داره دیگه، بهاش رو باید بدم. گاهی بهاش اینه که باید از تفریحم بگذرم 10 دقیقه کتاب بخونم. توی زندگی باید بهاش رو بدید. تغییر ترسناکه. چی کار کنیم این ترس از بین بره؟ این باور باید بر من بشینه که لازمه رشد تغییر مثبته. و آخرین مورد، 4مین مانع تغییر، پاداشایی که از رفتارهای قبلیمون گرفتیم. متاسفانه هر رفتار غلطی هم پاداش داره.
یعنی رفتارهای غلط من گاهی با پاداش مواجه میشه. خب این رفتار غلط منو تقویت میکنه و نمیذاره که من عوض بشم. بذارید من چند تا رفتار غلط مثال بزنم که پاداش کاذب داره. قبول داری که خجالتی بودن بده دیگه، منظورم خجالتی بیجا و کاذبه. اما عمده این خجالتی بودن رو دوست دارن. نه من دوست ندارم. دوست داری؟ نه اتفاقا حسام من آدم کمروییم، دنبال اینم که اعتماد به نفسم هم بیشتر بشه. حتی من میگم نه دوست داری. چرا؟ چون پاداش داره. نگاه کن، من آدم خیلی خجالتیم، میرم مهمونی، سلام میکنم، دست و پام داره میلرزه، نفسم بند اومده، قلبم اومده تو گلوم، کف دستم عرق کرده، صورتم قرمز شده. حالا اگر این وسط اتفاق دیگه ای نیفتاده باشه باید خدا رو شکر کنیم. تو اوج خجالتی بودنم یکی از بزرگای فامیل به بزرگتر من میگه چقدر آقازاده‌تون محجوبه. من سعی میکنم محجوبترم بشم، سری بعد سینه‌خیز میام مهمونی. خجالتی ها پاداش میگیرن. پاداششون چیه؟ محجوب، سر به زیر، ماه، آغاز، خانومه. یا مثلا افسردگی خوبه یا بده؟ از دور احساس میکنم بعضیا نمیدونن جوابو. یه بار دیگه میپرسم افسردگی خوبه یا بده؟ بده دیگه. اما عمده افسرده ها افسردگی رو دوست دارن. نه من دوست ندارم. اتفاقا دنبال راه حلم، دنبال روان درمانگرم حسام نجاریانی. من میگم دوست داری. فرض کن من دارم با یکی زندگی میکنم، بهش کم توجهم. یه روز میام خونه میبینم پارتنرم کسل، دمق، دپرسه. میگم چیه؟ حالت خوب نیست؟ به نظرم افسرده میای. ببین تو باید بری پیش روانپزشک، درمان بشی، دارو درمانی انجام بدی و حالت خوب شه. دستشو میگیرم از این دکتر به اون دکتر، میگم حالت خوبه؟ قرصتو خوردی؟ کپسولتو خوردی؟ آمپولتو زدی؟ این میبینه از وقتی که افسرده شده چقدر توجه من بهش بیشتر شده، ولو 1%. شاید واقعا این داروهایی هم که داره استفاده میکنه تأثیر داره ها، ولی از درون چی فکر میکنه؟ میگه که من حالم اگه خوب بشه این توجه رو از دست میدم. واسه همینه که بعد از چند وقت بهش میگن بهتر شدی، میگه نه بدترم شدم این قرصا رو خوردم. بعد من بهش میگم ببین تو باید بری پیش یه روانکاو، مشاوره خصوصی بشی، مت درمانی بکنه ببینه اون تو چه خبره. دوباره دستشو میگیرم از این ور به اون ور، از این دکتر به اون دکتر. بذار یه مثال ساده تر بزنم برات. اخمو بودن خوبه یا بده؟ بده دیگه. اما پاداش اخموها چیه؟ جدیت، ابهت. گفتن آقا اخمتو باز کن، گفت مرد و اخمش. مثال بعدی، وسواسی بودن خوبه یا بده؟ مگه کم شنیدن وسواسی ها که وسواسی بده؟ نه زیاد شنیدن. پس چرا بازم این وسواسی بودنشون رو ادامه میدن؟ چون پاداش داره. شما به یه آدم وسواسی بگو وای چقدر خونت تمیز شده، مثل دسته گل شده. اگه تا دیروز 2 ساعت میسابید الان 4 ساعت میسابه. گاهی هم این پاداشا درونیه ها. ماشاءالله به من چه خونه تمیز دارم، چی میکشن این آدمای کثیف و بی‌نظم. یا مثلا ولخرجی دیگه. ولخرجی خوبه یا بده؟ بده دیگه. پاداشش چیه؟ دست و دلبازی، لوتی طرف، لارج، رفیق. یعنی این من یه پسری رو دیدم که طلای مادرش رو میفروخت که بتونه برای رفیقش چیزی بخره، مهمونش کنه. گاهی ما دلمون اینجوری پاداش میخواد. ببین تریدر، تا قبل اینکه مثال آخر رو برات بزنم به این موضوع فکر کن، آیا پاداش درونی یا بیرونی از تریدت، از کال شدنت میگیری یا نه؟ ببین همه رفتارهای غلط ما معمولاً پاداش داره. پس به این موضوع حتما فکر کن. دیدید بعضیا رو تو خونه یا یه جایی بهشون میگن دیوانه است، ولش کن این دیوانه است. پاداششون چیه؟ راحتی، کسی کاری به کارشون نداره، هر کاری دلشون بخواد میکنن. مثلا رفته تو اتاق صدای ضبط و تا آخر زیاد کرده، میگن کمش کن. ولهم کنید دیگه. بعد از اونورم داد میزنن بابا ولش کن این دیوونه است. یا مثلا برو 2 تا نون بخر، برای شام نون نداریم. ولش کن این دیوونه است، تو که میدونی این دیوونه است، خودت برو بخر. وقتی دیوونگی چنین پاداش باحالی داره، مگه آدم جنون داره بیاد عاقل بشه؟ دل بده یه لحظه. هر کسی رفتار غلطی توی زندگیش داره، توی تریدش داره، بشینه فکر کنه، پیدا کنه چه پاداشی براش داره این رفتار غلط. بعضیا ماشاءالله هرچی میکردن چیزی پیدا نمیکنن، همش کمالات ماشاءالله. ببین رفتار غلط من حتما یه پاداشی داره.
تا وقتی که لذت به رنج میچربه تغییر ممکن نیست. تغییر ماره وقتیه که کاسه رنجت لبریز بشه، رنج به لذت بچربه. تا کاسه رنج آدم لبریز نشه، این بچه ها رو دیدید مثلا دلدرد گرفته، مادرش میگه رودل کرده، باید بالا بیاره خوب بشه. حتی گاهی اوقات انگوش تو حلق بچهش میکنه تا بچه بالا بیاره. من تموم تلاشمو دارم میکنم که بالا بیاری، منتها خودت هم باید کمک بکنی. میگن تهوعی باید تحولی شاید. خیلی قشنگه این جمله. تهوعی باید تحولی شاید. قدم اول تغییر اینه که من از خود فعلیم، از شرایطم بدم بیاد. متاسفانه ما لذت میبریم. همه ما میدونیم تنبلی بده، اما چرا بازم تنبلی میکنیم؟ چون کیف میده، حال میده. مثلا آدم بخوابه تا 11، بعد بلند شه یه چیزی بخوره یه دوری بزنه تا 2، باز دوباره یه دوری بزنه یه فیلمی نگاه کنه تا 6. کلا اونایی که تنبلن خیلی دور میزنن اگه دقت کرده باشی. خب من تا وقتی حالم از خودم به هم نخوره، تا وقتی بالا نیارم، چیزی درست نمیشه که. میدونی کی آمادگی تغییر رو داره؟ کسی که خودشو داره بالا میاره. نمیگم حسام تو هنوز آدما رو قضاوت میکنی. خب تو چی کاره آدمایی که قضاوتشون میکنی؟ کی میخوای آدم بشی حسام نجاریانی؟ ببین باید بالا بیارم. تحولی باید تحولی شاید. ببین اونایی که سیگار میکشن رو دیدی؟ یکی میگه بابا من با این لعنتی چیکار کنم، اسیرم کرده، بدبختم کرده. این یه آدمه. یکی هم میگه چطور میشه ترک کرد، این راههای ترک سیگار رو میشه بهم بگید. خب این از سیگار کشیدنش هنوز داره لذت میبره. چون به لذتش فکر میکنم تغییر نمیکنم. اول باید حالم به هم بخوره، از خودم، از بیهودگیم، از تنبلیم، از نوع افکارم. هنوز دوچار بدزبونیم، توی خونه داد میزنم، مگه جنگل خب خونه؟ حالم باید به هم بخوره از نوع ارتباطی که با بچم، حالم به هم بخوره از نوع ارتباطی که با پدر و مادرم دارم، حالم به هم بخوره از نوع افکاری که دارم. ببینید ما زمانی که میخوایم یه چیزی رو درست بکنیم، زمانی که میخوایم تغییر بکنیم، نیاز به یه جدول داریم. این جدول تو هر مسئله‌ای هم جواب میده. امکان نداره صبحتون شب بشه این جدوله به کارتون نیاد. هر کاری که میخواید انجام بدید یا ترک بکنید، یه جدول بکشید، یه طرفش بنویسید چی به دست میارم، چی از دست میدم، یا چی به دست آوردم، چی از دست دادم. این از اون حرفای مهمه ها. برای تغییر این جدول لازمه ها. برای انجام کارهای خوب ذهنتو متوجه دستاوردها بکن همیشه. برای ترک کارهای بد ذهنتو متوجه از دست دادنها کن. ببینید من تا حالا 1000 نخ سیگار کشیدم. خب چی به دست آوردم؟ چی از دست دادم؟ چیزایی که به دست آوردم کیف کردم، آروم شدم، یا چیزایی که قطعا خودتونم میدونید. از اونور چی از دست دادم؟ زود نگو سلامتی جسمیمو، نگو پولمو، اعتبارمو از دست دادم. من به بچه‌م میگم این کارو نکن غلطه، بچه من تو مدرسه شنیده سیگار غلطه، پیش خودش میگه بابایی که خودش غلط کرده چجوری به من میگه غلط نکن. چی از دست دادم؟ فکر کنم به رنج‌ها، ضررها، لطمه‌ها، خسارت‌ها. بعضیا میگن انگیزه چجوری ایجاد میشه، انگیزه چجوری به وجود میاد. من انگیزه ندارم، میخوام درس بخونم، انگیزه ندارم. میخوام صبح از خواب بیدار شم، انگیزه ندارم. میخوام کار کنم، میخوام این کارا رو انجام بدم، انگیزه ندارم. انگیزه خود این جدول است. برای انجام کار خوب به لذت‌ها، به پاداش‌ها، به دستاوردها فکر کنم. اون وقت انگیزم پیدا میشه. من الان میگم بریم کوه، 2000 متر ارتفاع، بیاید جمع شیم با هم بریم. شما چی میگی؟ حسش نیست. حسام تو برو عکساشو واسه من بفرست. حالا بگم هر کی با من بیاد بالای کوه 5 میلیون بهش میدم. اون 5 میلیون ذهن تو چون متوجه لذت کرده انجامش میدی. من تا حالا 200 بار لیکوید شدم، چی به دست آوردم، چی از دست دادم. چیزایی که به دست آوردی چیه؟ هیجانه. شما هیجان به دست آوردی. شما تو یه لحظه هیجان درونیت ارضا شده. چی از دست دادی؟ پولت، روحت، اعصابت، روانت، اعتبارت، رابطت، وقتت. وقتی فکر بکنم به خسارت‌ها و ضررها باعث میشه تغییر کنم. قدم اول چیه توی تغییر؟ کتاب بخونم، کلاس برم. قدم اول اینه که فکر کنم به از دست دادنها.
چه لطمه هایی که تا الان به خودم زدم، به زندگیم زدم، به بچم زدم، به حرمت‌های زندگیم زدم. وقتی به از دست دادنها فکر کنم راه باز میشه. هرچی به آسیب‌های درونی فکر بکنی شوق تغییر پیدا میکنی. پس چی شد راه حلش؟ راه حل اینی که ذهنمون رو متوجه رنج‌ها کنیم نه لذت‌ها، وگرنه ترید خیلی لذت بخشه. اصلا دیدن چارت خودش به تنهایی لذت بخشترین کار دنیاست از دید من تریدر. حالا اینایی که گفتم موانع تغییر بود. یک کوچولو میخوام راجع به مراحل تغییر صحبت کنم. تغییر 5 تا مرحله داره. هر کسی تو هر مبحثی میخواد تغییر کنه این 5 مرحله رو باید انجام بده. یعنی خودکار انجام میده. انکار، تنفر، معامله، قبول، عمل. اول که به من میگن این کار درسته، این کار غلطه، انکار میکنم. نه خیلی هم درسته. کی گفته غلطه؟ قبول ندارم. مرحله دوم که هی بهم تذکر دادن گفتن عصبانی میشم، داد میزنم، فحش میدم، گیر به من ندید. مرحله سوم چونه میزنم. یکم باشه یکم نباشه، باشه بعدن، از شنبه. مرحله چهارم چیه؟ قبول دارم، میگم واقعا آره این کار درستیه، تاییدم میکنم کار درست چیه، ولی بازم عمل نمی کنم. مرحله پنجم هم اینه که به مرحله عمل میرسم. برای اینکه این 5 مرحله به جونتون بشینه یه مثال بزنم از سیگار کشیدن. میگن آقا سیگار نکش ضرر داره. یک چی بود؟ انکار. قبول ندارم، ما از همه چی کشیدیم اینم روش. تو فکر میکنی آلودگی هوا کمتر از اینه؟ تازه خیلی از این پزشکا خودشون هم سیگار میکشن. تازه مگه اون فامیلمون نیست 100 سالش وینیستون میکشه هیچ چیش هم نشده؟ اینا مهم نیست، مهم اینه که آدم صورتش جوش نزنه. تا مدتی این کارو انکار میکنه. بعد که یه مدتی بهش گفتن میرسه به تنفر. مرحله دوم چیه؟ تنفر. شما هم گیر میدین، مرد شورش رو ببرن. همه چی درسته، این سیگار کشیدن من فقط غلطه. مردم جلو شوهرشون منقل میذارن، اگه بدونی مردم چیا میکشن منو رو سرت میذاری. البته این هم بگم فکر نکنید امروز انکاره، فردا تنفره، پس فردا معامله است. نه، یه وقت میبینید 12 سال انکاره، 16 سال فحش میده، 14 سال چونه میزنه، 9 سال قبول داره، قبل از عمل فوت میکنه. مرحله 3 چی بود؟ وقتی هی بهش گفتن خودش هم دیگه فهمیده که کار غلطیه، هی چونه میزنه. باشه ولی کم کم ترک میکنم. فعلا روزی 5 نخ، از شنبه بریم مکه بیایم بعد ترک میکنم. خب چه ربطی داره؟ باشه نمیکشم، ولی مهمونی ها، عروسی ها، دور همی بعد نوشابه خوردن که دیگه نمیشه که نکشید. 4 چیه؟ قبول میکنه. تلویزیون داره یه مستندی نشون میده در مورد ضررهای سیگار. واقعا چه برنامه قشنگی. صداشو زیاد کن. خیلی برنامه جالبیه. نگاه کن علم تا کجا رفته، اون تومو هم میتونن ببینن. اما کاری براش نمیکنه. به یکی هم میگی آقا غلطه نکن، میگه باشه. تغییر یه مرحله است، اشتباه نکنید. بفهمم این کار خوبه انجام بدم، بفهمم این کار بده ترک کنم. در واقع انکار، تنفر، معامله، قبول، عمل توقفگاه‌های مسیرمونن، توقفگاه‌های تغییرمونن. تغییر یه مرحله است، باید خودتو پیدا کنی. میخوام برم ونک، میخوام تریدر خوبی بشم. اولین قدم اینه که کجام، تو کدوم مرحله گیر کردم، توی تریدم، توی زندگیم. مثال دوم دل بده برات شرحش بدم لذت ببری. دیدی بعضیا صبح میخوام بیدار شم، مثلا خوابیده، میگن پاشو صبح شده، پاشو صبح شده، پا نمیشم. زنگ بزن بگو مرده سر کار نمیاد. چی کار داری؟ کار منه. نه دانشگاه نمیرم، نه نماز نمیخونم، من بت پرستم، کیو باید ببینم؟ از زیر پتو همه چیزو منکر میشه. 2 چی بود؟ تنفر. یه رو بعد میان بالا سرش میگن بالاخره پا شدی؟ زیر پتو فوش میده. مرد شورش رو ببرن. خانواده خروسن خانواده ما، خاک بر سرتون کنن. من بخوام برم جهنم کیو باید ببینم؟ 3 چیه؟ معامله. یه رو بعد بالاخره میان بالا سرش میگن بالاخره پا شدی؟ یه دستی از زیر پتو میاد بیرون. 5 دقیقه دیگه، به جون مامان 5 دقیقه دیگه بلند میشم. یه چایی بری سرد شه میام. دستشویی خالی شه من بلند میشم. اینو دارم تعریف کنم، ممکنه بعضیا بخندن یاد خودشون بیافتن. یه 10 دقیقه رو بیام چونه زنی داره. مرحله 4 چیه؟ میاد بالا سرش میگه بالاخره پا شدی؟ میگه که اومدم پا شدم، ولی از جاش جم نمیخوره.
دیدی مثلا بعضیا میخوایم بریم مهمونی، میگن پاشو بریم دیگه، میگه من آمادم، بعد اون وسط با بیجامه نشسته. ببین همه ما پا میشیم، فکر نکن اون میمیره، اونم پا میشه، فوت نمیکنه. منتها برنده اونیه که زود پاشه. خوشبال اونایی که از خوابای بزرگ زندگیشون زود پاشن. خوشبال اونایی که توی 18 سالگی بیدارن. یادتون باشه همیشه قبل از تغییر کنید. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه با اخلاقم بچه‌مو روانی کنم خودمو اصلاح کنم. با موتورش تکچرخ میزنه، میگن نکن، میگه نه حواسم هست، بعد میفته فلج میشه، میگه من دیگه تکچرخ نمیزنم. خب تو دیگه نمیتونی تکچرخ بزنی. قبل از اینکه سرت بشکنه، قبل از اینکه سرطان بگیری، قبل از اینکه پدر مادر تو از دست بدی، قبل اینکه استعدادت ضایع بشه، قبل اینکه پولتو توی ترید از دست بدی، قبل اینکه فرصتاتو از دست بدی، قبل از تغییر کن. دیدید دیگه بعضیا رو تا گازش میخوره گاز میده، هر خلافی رو انجام میده و پایه است. همین که میشه 100 سالش استغفرالله من دیگه آن چرا خدا نمیپسندد نگاه نمیکنم. خب بابا تو دیگه چشات سو نداره بخوای نگاه کنی که. میدونی کل حرفم چیه؟ باید حالت به هم بخوره از خودت. باید حالت از چیزی که الان هستی به هم بخوره. اگر تریدت، اگر زندگیته، باید حالت از تمام افکارت، رفتارت به هم بخوره. کل حرفایی که من اینجا زدم رو به نظرم ممرزا خیلی خوب راجبش میگه. یه جا باید بهتون بر بخوره. یعنی و بند میخوره بهت بند میکنه دلت که بری بهتره کنی. شاید یعنی و بند میخوره بهت بند میکنه دلت. از نگاه های بالا به پایین، از صرف شنیدن از دستور خسته، از چشم گفتن مجبور خسته، از کار کردن افرو سفته. دوست داری خوابی کنی بگن از سوش رفتیم. یه جایی و بر میخوره بهت بند میکنه دلت که بری بهتره کنی. صفر تو یک برسونی، آرزوهاتو سرد که میشی صفر پوشونی. میبیننت بگن کاش این تو بودیم، مدام توی سیر سعودی. هیچ احساسی اینی شروع کردم منم، چند وقت دیگه لب نزدم، تازه فهمیدم چندم منم. کیش دادم مفقورا رو از من تقم، به 3 ساعت مخم کار میکنه. ممرسه داره خوب رفتار میکنه، دوباره داره با کفشاش میدوه، دوباره پسر بشاشی شده. یادم اون روزا جام یه گوشه خونه بود، خودم جلوی آینه یه دیوونه رو برم، تا اینکه یه حرف یه جا یان برخورد بمون. اولش هر روز بیشتر و بیشتر تنها شدم، دیگه اجازه ندادم اگر رو اما کنم. شما همتون با هم میمونم، من با خودم میمونم، من با خودم. خودمو بیشتر همه هستم، چون تا بخواد به مرسه دم دستم. هم تو خوشیم پا بودم شب تلخم، باقی آفریده شدم برای رفتن، برای گشتن، برای بودن. نه کمک گرفتم سر سوزن، نه خودم همه تو دندن. یه غرور دارم و یه رگ تو گردن، سرد و گرم چشیدم ولی نه کسی رو داشتیم، نه با کسی حرف زدیم. گرفتم لاستیکای یکی پنچری، یه تایمی ممرسه سالی یه پیرن خرید. نگاه الان همه چی حله، داشته توی سر میخنده، نونو تره میخوره برای کره میجنگه. اینا تبعات سر بیعقله. کلی تیر خطا زدم، به تایما میگفتم اصلا سیر، و آخرم ای رفتم و ایش شدم بیشتر و ولد. شیرم نباشم با شیر برادرم، کلی کارا مونده، یا تلف کن یا بیا با ما گله، بیا با ما گله. هنو کلی کارا مونده. یادم اون روزا جام یه گوشه خونه بود، خودم جلوی آینه یه دیوونه رو برم، تا اینکه یه حرف یه جا یان برخورد بمون. اولش هر روز بیشتر و بیشتر تنها شدم، دیگه اجازه ندادم اگر رو اما کنم. شما همتون با هم میمونم، من با خودم میمونم، من با خودم. چون یه جا بالاخره
میخوره بهت، چون یه جا بالاخره بر 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 میخوره بهت، چون یه جا بالاخره بر